ماهی فرا رسید که قرآن در آن رسید، شبهای قدر و لحظه غفران در آن رسید. لیل و نهار توبه و تسبیح و راز دل، با خالق زمین و آسمان در آن رسید، با خالق زمین و آسمان در آن رسید. ماهی فرا رسید که قرآن در آن رسید، شبهای قدر و لحظه غفران در آن رسید. لیل و نهار توبه و تسبیح و راز دل، با خالق زمین و آسمان در آن رسید، با خالق زمین و آسمان در آن رسید. ماهی رمضان ماهی عبادات و بندگی است، ماهی ایثار و خودگذری و شکستگی است. گرچند که بندگان گنهکار خدایم، ماهی صفای قلب و هدایات زندگی است، ماهی صفای قلب و هدایات زندگی است. ماهی رمضان ماهی عبادات و بندگی است، ماهی ایثار و خودگذری و شکستگی است. گرچند که بندگان گنهکار خدایم، ماهی صفای قلب و هدایات زندگی است، ماهی صفای قلب و هدایات زندگی است. بهری ثواب امر خداوند را بگیر، چون به نیازی دست نیازمند را بگیر. در جای گر بدید فقیری گرسنه است، با نیمه نان رنج دردمند را بگیر، با نیمه نان رنج دردمند را بگیر. بهر ثواب امر خداوند را بگیر، چون به نیازی دست نیازمند را بگیر. در جای گر بدید فقیری گرسنه است، با نیمه نان رنج دردمند را بگیر، با نیمه نان رنج دردمند را بگیر. در ماه خدا روزه گرفتن مبارکت، افطار و ذکر و خواندن قرآن مبارکت. ای آنکه روزه دار در این ماه کریمی، از درب ریان بر تو گذشتن مبارکت، از درب ریان بر تو گذشتن مبارکت. در ماه خدا روزه گرفتن مبارکت، افطار و ذکر و خواندن قرآن مبارکت. ای آنکه روزه دار در این ماه کریمی، از درب ریان بر تو گذشتن مبارکت، از درب ریان بر تو گذشتن مبارکت. بهری ثواب امر خداوند را بگیر، چون به نیازی دست نیازمند را بگیر. در جای گر بدید فقیری گرسنه است، با نیمه نان رنج دردمند را بگیر، با نیمه نان رنج دردمند را بگیر. بهر ثواب امر خداوند را بگیر، چون به نیازی دست نیازمند را بگیر. در جای گر بدید فقیری گرسنه است، با نیمه نان رنج دردمند را بگیر، با نیمه نان رنج دردمند را بگیر، با نیمه نان رنج دردمند را بگیر، با نیمه نان رنج دردمند را بگیر.